بیشتر از 10 سال است که این قبورهای گاز تقسیم کنی فعال نیستند و مردم مجبور هستند که با برق و یا آتشدانهای بابایی خانه هایشان را گرم کنند و حتی خوراک بپزند. ولی مسئولین سامان سوخت گاز تصمیم دارند دوباره به ولایت سوخت گاز را فعال کنند و به مردم آن را با نرخ ارزانتر دسترس نمایند. حالا حدود 15 نفر مهندسان گاز تأمین کنی بیشتر از 400 چاه‌های شخ شده لوله‌های گازگذر در خوجند را طول 3 ماه است که نرم می‌کنند و قبورهای از نمی فرسوده شده را دوباره برقرار می‌سازند. مسئولان این کارخانه میگویند از جانب ازبکستان دوباره گاز به قبورهای گاز تقسیم کنی عظیم در ولایت سوخت آمده است و شروع از ماه نوامبر اول به کارخانه های صنعتی، بعد به خانه های زمینی و بلندآشانه های اهالی شهر خوجند که قبورهای گازگذر را فعال نگه داشته‌اند تقسیم می‌گردد. در ماه دکبر کوشش میکنیم که همین سه شهرک بوستان، گلستان و ناحیه بوجان غفور کوشش میکنیم که در ماه دکبر تا سال نو ما بفرگی به گاز تامین کنیم. در حدود ولایت بیش از 800 کیلومتر قبورهای گازگذر و از جمله در خوجند 470 کیلومتر هستند. قبورهای وصل و نصب شده گازی در چاه‌های ولایت سوخت در سالهای 60 اصل گذشته ساخته شدند و مهلت استفاده آن به گفته متخصصان تا 30 سال معین گردیده است. ولی مسئولان سامان سوخت گاز میگویند قبورها حالا نیز قابل استفاده هستند و تنها روی پوش چاه‌ها را که از بی‌نظارتی اسفالت پشت گردیده بودند دوباره باید کشاده کنند. زیاده از 2 میلیون سامانی مصرف می شود، اما این پورا نه. حالا تقریبا 400-450 هزار سامانی مصرف شده است. احتمال از سرگیری انتقال گاز طبیعی از ازبکستان بیشتر از ساکنان کشور را خوشحال کرد، ولی برخی از آنها نگرانند که حتی در صورت دوباره انتقال شدن گاز طبیعی به منزلشان آنها آماده نیستند از آن استفاده کنند، زیرا نصب دوباره لوله‌های انتقال گاز فرصت و مبلغ می‌خواهد. با نظر من کفایگی نمی‌کند. همون مبلغ از اونجا می‌فرستندگی حساب همین از طرف کارخانه همون تربه‌هاش گذرانده تیان. آینده ما مبلغ‌های هر ماهش حرکت کرده از روی همون شوچی میچی که شود اینش میسپردیم. در همین حال مسئولان این نهاد با آن باور هستند که آمدن گاز طبیعی خیلی مشکلی خراجاتی اهالی را سبک میکند، زیرا اگر حالا نرخ 1 لیتر گاز مائع بیشتر از 4 سامانی است ولی نرخ گاز آنها از 2 سامانی قیمت نخواهد بود. با تاکید آنها این نرخنامه به تمام مشتریان یعنی کارخانه های صنعتی و تجارتی، نقطه های سوزشواری و نقلیات مسافرکشانی و استفاده اهالی در منزل های استقامتی یک خیله است. در دوره وقتی رهبر دولت ازبکستان اسلام کریم بود ما گاز رو به مقدار 340 تا 360 دلار برای 1000 کوب میگرفتیم. خیلی گران بود. بعدی بگیم تغییراتی کشید در دولت همسایه یعنی که شوکت میرزاییف شد، ما حالا گاز به مقدار 130 دلاری برای 1000 کوب میگیریم. حالشناسان میگویند احتمال از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان میدهد که در فصل سرما صرفه نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری کردن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجاً از بین می رود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.